اگر مبتدی هستی باید با 2 مرحله مواد گذاری تو ادامه بدی. مواد تو بردار و دقیقاً نصف ناخن قرار بده. شما به حرکت قلم نگاه کنید. برای فیت کردن مواد قلم شما باید از زاویه 45 درجه کمی به سمت پایین و با ضربات خیلی منظم و شتاب کمتر انجام بشه. قلم رو هیچ وقت روی مواد در مرحله اول نکشید. در جایی قلم رو هدایت کنید که شما باید قلم رو بذارید و بردارید. به این صورت شما میتونید یک مواد گذاری خیلی صحیحی داشته باشید. چند تا نکته مهم بود که داخل کپشن برات نوشتم تا کاملا یاد بگیری. اگر خواستی رفع اشکال بشی عکس نمونه کارتو برام دایرکت کن و من شما رو تو ویدیو بعدی میبینم. خدافظ. شرط میبندم که نمیدونستی اگه لاک ژلت رو با لیکویدت قاطی کنی و به پودر کلیر بزنی یه کاش شیشه خفن از همون رنگ بهت میده. حالا اگه لیکوید رنگیت رو با پودر سفید ترکیب بکنی یه کاش گچی از همون رنگ بهت میده. اینجوری تو میتونی با هر رنگی که دلت خواست کاشت انجام بدی. کپشن هم حتما چک کن چون که نکته اصلی اونجاست. خدافظ.